یک ابرقدرتی مثل روس در برابر ما و شما قرار داشته و در جنگ ها بودن. و پروپاگاند دریغ نمیکنه. در گذشته ما میشنیدیم و از دفعه که در پشاور آمدم کم زیاد شنیدم با مسائل روبرو شدم که گویا این قسم تبلیغ شده در گذشته جایی که جمعیت اسلامی یا شورای نظاری که مربوط به جمعیت اسلامی است این مخصوص به در اینجا وجود ندارد. یا حتی شدیدتر از این که خدای ناخواسته گویا این مردم که است با برادرای پشتون در تضاد هستند، در اوج جنگ است، در اوج برادرها را از منطقه‌شان میکشند و امثال که دیگر بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر آینه مکرمترین شما نزد پروردگار کسی است که متقی ترینتان است. اصلا ما که مسلمان هستیم و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانیم و دور از این کلمه جمع هستیم، از سبب از این کلمه زنده هستیم و در راه از این کلمه جهاد میکنیم، ما ای را کفر میدانیم، ما ای را شرک میدانیم که کسی مسائل لسانی را مطرح کنه از سبب قومیت، از سبب زبان و امثال هم خون خود که یک نفری که مجاهد باشه و از خاطر خدا خسته باشه و اعلان میکنه از خاطر خدا، بعد پیشش مسائل قومیت مطرح باشه، مسائل لسان مطرح باشه، خواسته باشند که همچه مسائل بین برادرها و بین صفوف اسلام پخش بکنند و یکی را از دیگر دور و فاصله بدن. در حالی که قسمی که من پیشتر گفتم این یکی از آرزوهاست که دوباره امت اسلامی دور هم جمع شوند، متحد شوند و بار دیگه بیرق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در سطح جهان بالا بکنند. ما و شما اصلا بفهمیم که دشمن ما دیگه کس است. دشمن ما کفر است، ولو در هر جامعه که باشه، چی روس باشه، چی امریکا باشه، چی اسرائیل باشه، دشمن اصلی در اوج است. و در اسلام مسئله نبوده که تو پشتون هستی، تو تاجک هستی، تو فارسی زیاد نمیگیریم. از خداوند باز یک بار دیگه آرزو و تمنای ما امیست که پروردگارا امت اسلامی را از هر مذهبی که است، از هر نژادی که است، مربوط به هر سرزمینی که است، متحد داشته باش، با عزت داشته باش و پروردگار ما و همه ما و شما را توفیق بده تا دوباره بین خود متحد یک دست شویم و بیرق اسلام کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را در سطح جهان بالا کنیم.